به نام خداوند بزرگ. من دکتر ناجیه وصی بخشی، قبلا استاد جراحی وجه در فاکولته استوماتولوژی انستیتوت دولتی طب کابل و فعلا مضمون جراحی وجه را برای شاگردان فاکولته استوماتولوژی در پوهنتون آنلاین طب کابل در تبعید درس میدم. پوهنتون آنلاین طب کابل در تبعید که در اکتبر 2024 به ابتکار دکتر صاحب محمد نصیر ژاله ایجاد شد، 1 سال تحصیلی را موفقانه سپری کرد. هدف این پوهنتون تدریس بانوان کشور ما که نتونستن به تحصیلات خود ادامه بدن و از ادامه تحصیل محروم شدن می باشه. این پوهنتون شامل فاکولته های طب معالجوی، استوماتولوژی یا طب دندان، نرسینگ، قابلگی، پابلیک هلت یا صحت عامه و الاید هلت است. از بانوان عزیزی که علاقه دارن که تحصیلات خود به پایان برسانن خواهش میکنیم که به لینک هایی که در پایین صفحه نشر میشه مراجعه کنن. طوری که همگی ما و شما میفهمیم داشتن علم و دانش ثروت است. با تدریس دخترکای وطن ما که حیثیت اولاد بر ما دارن میخواهیم براشون ثابت کنیم که فاصله های دور اونا را از یاد ما نبرده و ما با دستاوردهایی که و بهترین تجربه که در این مملکت ها به دست آوردیم این را به طور داوطلبانه براشان انتقال میدیم و برای موفقیتشان از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمیکنیم. در ضمن از همه استادان محترمه که در هر گوشه و کنار دنیا هستند و میخواهند خدمت برای دختران وطن انجام بدن تقاضا میکنیم تا به لینکایی که در پایین صفحه نشر میشه مراجعه کنند. از توجه شما تشکر.